به باور من امام نظر خالنظر از تبار فرشتگان بود، تباری که همکنون در حال انقراض است و اندک اندک از میان ما و شما رخت برمی‌بندد و پیدا کردن افرادی چون امام نظر خالنظر تقریباً امر محال شده در این روزگار با افسا. با شادروان امام نظر خالنظر من هنوز از سالهای دانشجویی در دانشگاه دولتی تاجیکستان آشنایی پیدا کردم. من به حیث مسئول چاره‌بینی‌های ورزشی فاکولته فیلولوژی تاجیک بودم و ورزشکاران را برای دریافت آنها به دسته منتخب فاکولته شامل می نمودم. با امام نظر همچون ورزشکار ماهر، فوتبال باز و او در تنیس روی میز نیز مهارت بلند داشت شناس شدم و او را به هیئت دسته منتخب فاکولته دعوت نمودم. از همان وقت با او من آشنایی پیدا کردم و بعداً امام نظر وقتی که دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرد، این سال 1975 بود، او بعد 2 سال بنده این دانشگاه را ختم کرده است. من در روزنامه کمسمال تاجیکستان حاضره جوانان تاجیکستان کار میکردم، کاتبی مسئول بودم و او را دعوت نمودم به این روزنامه. همیشه از آوان جوانی که ما شریک درس دانشگاهی بودیم با هم اساساً درباره ملت فکر میکردن، درباره کشور فکر میکردن، درباره آزادی انسان فکر میکردن و همین نکته ها، همین چیزها امام نظر را آهسته آهسته به یک شخصی مطرح تبدیل داد. امام نظر خالنظر بعداً در روزنامه دیگری حزبی تاجیکستان سوویتی کار کرد، ما همراه کار کردیم و او تا به درجه وظیفه بلند کاتبی مسئول این روزنامه جمهوریوی نصیب شد. امام نظر خالنظر هجو نگار، در نوشتن طنز مهارت بلند دارد. در عید نوروز چندی از استادان توسط تلفن و پشته برقی بنده را تبریک گفتند. یک شاگردم شفقت، خبرنگاری BBC، نه فقط دوباره بار کرد، از خود لندن همچنین یک مقدار هم پول فرستاد. زنک برقه نوبتی را از نام کدام یک استاد به دستم داده به دماغ گفت به جای استاد بسیار مثل شفقت باز 5-6 شاگرد تربیت میکردی بهتر نبود؟ گویا استادا را من تربیت کرده باشم. از استادات یک پول کوچک فایده نیست. برای من او در بالاترین سطح استادی بود. استاد روزنامه‌نگاری، حتی استاد کار با رایانه و همینطور استاد زندگی. همدم و همراه و دوست و مشفق و حبیبی که در هیچ زمینی تنها نگذاشت. در ایام نوجوانی که دانشگاه دولتی تاجیکستان بر من پشت کرد، این استاد امام نظر بود که در خانه و کاشانه و کارخانه خودش رو برای من گشود، باز کرد و نگذاشت که این نهال نورسیده زیر باد سوزناک و بی‌ترحم دوران بشکند. همون بود که در واقع نخستین مقالم رو در نشریه خود در عدالت، نشریه بسیار وزینی بود، منتشر کرد با نام نهال را نشکستید، خطاب به کسانی که میخواستند بشکنند ولی به یمن یاری استاد امام نظر ناکام موندند. حکومت همان وقته تاجیکستان بعد حادثه های بهمن ماه، حادثه های ماه فوریه سال 1990 به استعفا رفت. این خبر رو امام نظر خالنظر که آن وقت دبیر کل یا کاتبی مسئولی روزنامه تاجیکستان سوویتی بود، همراه
شاگردش همراهی خبرنگار این روزنامه شمس‌الدین نصرالدین میشنوند و آنها به خانه رفته ایستاده بودند و وقتی که در راه چند نفر را میبینند با چند نفر هم صحبت میشوند آنها همین خبر را میرسانند و هر دو برگشته به جای کار میآیند و همین خبر را آماده میسازند. اول به سردبیر سرمحرر میگویند که همین خیلی حادثه شده است، ما همین خبر تیم. سرمحرر میگه که البته شما ژورنالیست، ما باید چنین حادثه ها را فوری نشر نماییم. هر دو میشینند مینویسند و به محرر پیشنهاد میکنند. سرمحرر این خبر را نشر میکند و خبر در روزنامه تاجیکستان سوویتی نشر میشود. وقتی که این خبر چاپ شد، پیش از این همان شب حکومت تاجیکستان یعنی آنها از استعفای خود دست میکشند و بعد میگن که من شما این خبر رو چاپ کردید، نشر کردید، حکومت در جایش، برای همین ما شما رو باید که جزا دهیم. و در بیوروی همان وقته حزب کمونیستی تاجیکستان سرمحرر رو دعوت میکنند و به او جزا میدهند و سرمحرر وقتی که در آنجا سخن میگه که این خبر رو کارمندان ما نشر کردند و آنها مرا به چنین حالت گذاشتند. ولی در بیوروی کمیته مرکزی این گناه خود را به گردن نگرفت، برعکس بر دوش کارمندان خود گذاشت. سرمحرر وقتی که به اداره برمیگردد، امام نظر خاننظر، کاتب مسئول و شمس‌الدین نصرالدین خبرنگار را از کار میراند و میگوید که سبب از کار رفتن آنها خبری بر دروغی که هر دو در روزنامه نشر کردند. حالان که این خبر را خودی سرمحرر میدانست و خودش نشر کرد. و امام نظر خاننظر وقتی که از کار می رود، او باز بیکار نمیماند و از پی تأسیس روزنامه نو می شود و روزنامه عدالت را تشکیل می دهد و با این روزنامه بهترین خبرنگاران را جلب می کند. همچون سیاستمدار از بسیار سیاستمدارها فرق میکرد امام نظر خاننظر. فرقش این که هیچ وقت دروغ نمیگفت، با کسی تهمت هم نمیزد، تحقیر هم نمیکرد، برای حقیقت مبارزه میبود در چارچوب آدمیت و انسانیت در همون سالهای پرآشوبی جنگ شهروندی. خاننظر ادیب، هجنگار و در حلقه نویسندگان. معلم محمدی بسیار آدمی معتبر بودند. حضرت محمدی با هر کس دوستی هم نمی‌کردند، هر کس به شاگردی هم نمی‌پذیرفتند. یکی امام نظر شاگردی ارزنده و شایسته معلم محمدی بود. دیگر اینکه با استاد بازار صابر، استاد لایق، با علی قلم بسیار رابطه خوب داشت. حکایه‌هایش در معتبرترین روزنامه و مجله‌های جمهوری چاپ می‌شدند. یک یوموری بسیار زیبا و شایسته داشت که شوخی کردن میگفتیم که امام نظر و آثارش مرده میخنداند، زنده کرده. باری نبود گرانتر از آر، از خنده میموری عجب زمانه های و باز کتاب های زیادی او به چاپ نرسیدند
و باور داریم که با کمک دوستان و اهل عائله‌اش این کتاب‌ها نشر خواهند شد. حجم اون کس حجم بسیار نازک، بسیار حجم ملیح بود و بیشتری قهرمان های امام نظری خان‌نظر شخصان زنده بودند. همون صحبت های خاصی که با دوستان داشتند از همون استفاده کرده بسیار حکایشه های بسیار خوبی حجمی ایجاد کرده بودند که وقت کس با ذوق بسیار با یک شوق زیاد میخواند و امروز کتاب های امام نظری خان‌نظر یکی از بهترین کتاب های حجمی در ادبیات معاصر تاجیک است. رجب مردان موافق عادت دست خالی خبرگیری آمد و خود را سفید کردنی شد. زیبا امروز در بازار سانیتر ندیم بوده است و از دیگ چشم نکنده پرسید امروز چی میپزی؟ زنه که ما هم پس نآمد. گفت هیچی، امروز در خانه ما هم سانیتر ندین است. امام نظر که با ورزش توجه زیاد داشت، چون که گفتم خبرنگاری ورزشی هم بود، فرزندانش رو به راه ورزش هدایت میکرد و آنها هم در گوشتی مشق میکردند و بعداً به وزنه برداری. یکی از آنها طالع خالنظرف قهرمان جهان در رشته پاور لیفتینگ وزنه برداری یا سه حربه قدرتی می باشد که او 345 کیلو وزن برداشته در جهان مقام اول را کسب کرده است. غریق رحمت شایسته جنت باشی. الله اکبر.